این چیزی که روی چشمامه یه عینک آفتابی معمولی نیست. یه گجته که بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی به کارت میاد. تو نگاه اول همه چیز طبیعی به نظر میرسه، ولی وقتی وارد جزئیات دسته‌ها میشیم می‌بینیم که کلید کنترلی، پورت‌های ورودی خروجی صدا و پورت تایپ سی برای شارژ راحت دستگاه کار شده. با بلوتوث به گوشیت وصل میشه و تماس فقط با فشار یه دکمه روی دستش میتونی جواب بدی و اینطوری لازم نیست گوشیتو از کیفت بیرون بیاری که خدایی نکرده بقاپن. موزیک از توی مغزت میشنوی انگار. هم صدای محیطو داری، هم از موزیکت لذت میبری بدون اینکه چیزی توی گوشت باشه. قابلیت نویز کنسلینگ داره و صدای شفافی رو انتقال میده و تو توی شلوغی به راحتی میتونی صحبت کنی. توی 90 دقیقه شارژ میشه و حداقل 7 روز برای شارژ نگه میداره. طراحیش اسپورت و به هر صورتی میاد. خلاصه که با پول یه هدفون تو صاحب یه گجت خفن میشی که همه جا به کارت میاد. حالا سوال اینه، اگه تو بودی تهیه‌اش میکردی؟